آقا رکوردیم. الو الو، یک دو سه. خب آقا بزن بریم. اوه قشنگ قراره گیاتمون جر بخوره. خب آلبرت وسکر واسه میتونی سیستم زغالی لود کنه این گیمو. خب همونجور که میدونید خب داروی لاغری جدید داخل سوشال مدیا و یوتیوب خیلی جدیدن زیاد شده و جوری شده که شما وقتی که یوتیوب و اینستاگرام رو میکنی این تبلیغ و در کل هر ویدیویی که شما فکر می‌کنید راجع به دارو لاغری میزنه قشنگ تو صورتت و نمیدونم که این موضوع در واسه من این اتفاق افتاده یا مثلا برای شما هم اینا هست. و امروز اومدم پیشنهاد کسی رو بهتون بدم که کسی در واقع کسی که تونسته توی نزدیک به 10 ماه تونسته در واقع نزدیک به 25 6 کیلو کم کنه بیام و یک سری با حالت مشاوره توره هایی بهتون بدم که در واقع بتونید اگه که حالا قصد به وزن کم کردن دارید یا مثلا چه بدونم بخوای وزن کم کنید یا هر کار دیگه بتونید در کل پیشنهادات منم داشته باشید به عنوان یه آدمی که حالا داشت مثلا اولین ویدیو یوتیوبشه و بخش اولی که میخوای روش صحبت کنی اصلا اینکه شما بخواید تصمیم به شروع رژیم، اینکه شما بخوای یه رژیم رو شروع بکنی اینه که بعد به خودت یه کلنجار گنده بدی که مثلا چه بدم آقا مثلا میخوام از فلان روز مثلا من دیگه آقا شدم مثلا فلان رژیم شروع کنم، فلان چیزو نخورم، چه فلان چیز قطعا نهارم کم کنم، صبحونم این بخورم، شامم این بخورم، مثلا چه حلوونه نخورم و یه همچین موضوعی. شما قشنگ باید به خودت قشنگ کلنجار مشتی بری، یعنی چه می‌دونم به عنوان یه مثلا حالت روانکاویشو بخوام بگم شاید به خودت کلنجار مشتی بری که چه می‌دونم مثلا آقا اوکی من مثلا از فلان روز واقعا یه چیزی نمی‌خوام و واقعا هم نخور، نه که مثلا چه می‌دونم یه شب جو بگیرد، مثلا چه می‌دونم بری تو این اینستاگرام ویدیو دیوید گاگینز رو ببینی بعد یه جو گرفته باشه بگی که نه من دیگه نمی‌خورم و مثلا چه می‌دونم فرداش بشه بعد حتی مثلا دیروزت هم بیشتر بخوری، خب این واقعا چه فایده داره. بخش دوم صدت راجع به شروع کردن رژیمه، اینکه شما واقعا چه فلان رژیم رو شروع بکنی صدت خب خیلی سخته دیگه و اینجوریه که مثلا وقتی میای مثلا خونه میخوای نهار بخوری بعد مثلا گشنه و مثلا اینجور چیزا که از مثلا صبح مثلا چیز درست نخوری بعد مثلا ببینی مثلا نهار کم بخوری، خب این خودش خیلی مثلا عذاب بزرگی باشه. ولی خب مثلا میگم اگه مثلا به عواقب بعدش فکر کنی اون عذاب یکم بعد راحت‌تر میشه. و یه کاری هم که میتونید بکنید اینه که مثلا خودتون رو با سوشال مدیا مثلا میری یوتیوب برید اینستا و مثلا فکر کنید که تایم بالا اونجا شید که مثلا اون گوشنگی یا خیلی کم رنگ تر بشه یا کنن یادتون بره. منظور از تایم بالا نه که مثلا چه بدونم 5 6 ساعت توی مثلا اینستا و یوتیوب بخوای اسکرول کنی، نه اصلا اینجوری نه، اینجوری باشه که اون حسم بتونه یادتون ببره، مثلا بتونه اون حواستون رو پرت بکنه نسبت به گوشنگی. و اینکه یه نکته هم که بهتون بگم اینکه آقا مثلا یه سری‌ها مثلا میگن که آقا مثلا اراده ندارم چه مثلا نمیتونم لاغر کنم و من به نظر خودم این حرف بولشیت محضه، چون منم دقیقا همینجوری بودم. ولی خب میگم من واقعا یه آدمی بودم که جدی مثلا یه شبایی بود که حتی بهم شام نمیدادی قشنگ مثلا شدم میخوردم، جدی میگم یعنی انقدر مثلا عصبانی میشدم اصلا نمیشد مثلا با هم صحبت کنی و شام نخورم برام یه چیز عجیب غریبی بود که مثلا میگم چی من شام ندی برو بیرون مثلا چاله میام و تصمیم گرفتم که مثلا یه شب بخوام کلنجار برم و اون کلنجاری که رفتم باعث شد که کم کم این عادت به تو ذهنم که اوکی آقا مثلا غذا رو باید کمتر کنی، فلان چیزا باید کمتر کنی، فلان چیزا نباید بخوری، فلان چیزا باید حذف کنی. و این دو چیزا باعث شد که من مثلا طی تقریبا میشه گفت 10 ماه 11 ماه از اون قضیه گذشته نزدیک به 25 6 کیلو کم کردم. و بخش سومم اینه که شما خیلی نباید چه بدونم مثلا به بقیه نگاه کنید آقا مثلا چه بدونم فلانی مثلا لاغر کرده ای بابا مثلا من چرا لاغر نمیکنم، مثلا آقا فلانی لاغره اینقدر خوش هیکل ای بابا من چرا لاغر نمیکنم. و این واقعا مثلا بولشت منه، چون هر کسی نسبت به هیکل خودش میتونه تغییر بکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من دیگه مثلا چه مثلا 60 مثلا 7 کیلو هم 68 کیلو هم اوکی مثلا نمیتونم مثلا یه آدمی که مثلا با 2 متر قد داره و مثلا 20 کیلو هم مثلا از اون 120 کیلو مثلا 80 کیلوش عضله است، خب اصلا من کاری نیستم، من نمیتونم کاری بکنم نگی نشو. ولی خب میگم خیلی مسیر این پرسه طولانی میشه و مثلا پستی و بلنده زیادی داره که شما اینجوری مثلا باعث میشه که بعداً بخوای آسیبای زیادی به خودت بزنی. و بخش آخرم که شما میتونی بیای و برای اینکه ملاک بندی کنی واسه خودت مثلا آقا چودم فلان چیزو بخورم فلان چیزو نخورم و اینجوری بخوای ملاک بندی کنی بعد به حالت کالری شماری شروع کنی. این نکته دومی هم که دوره بخوام بهتون بگم اینه که خب 100% شماها مثلا چه میدونم گاهی وقتا مثلا یه سری مهمونه رفتید، یه سری تولد رفتید، یه سری عروسیای رفتید که آقا مثلا میان
مثلا آقا بخور دیگه چه بدونم یه شبه یا مثلا اینجور چیزا. و به نظر من این واقعا یه چیز بولشتیه، یه چیز بولشتی بیش نیست که شما چه بدونم مثلا چه بدونم آقا مثلا چه بدونم توی شب مثلا خودتو خفه بکنی بعد بگی آقا یه شب دیگه مثلا چیزی که نشد. و این به نظرم نه، این واقعا خیلی کار اشتباهیه. و حتی یه شب هم یه شبه، یعنی اون یه شب هم مثلا شما شاید مثلا نزدیک مثلا 400 تا کالری اضافی بخوای به بدنت وارد کنی که این 400 تا کالری اضافی خودش باعث میشه که یه جوری برگردی به همون دوره. یعنی باعث میشه که من نمیدونم درسته یا نه، باعث میشه دیواره ملت گشاد بشه و این گشادی ها باعث میشه که دوباره برگردی به مثلا حالت قبل رژیم. یعنی شاید مثلا وزنت مثلا 6 کیلو اومده باشه پایین، ولی مثلا چون همونقدر تو دوباره غذا میخوای و باعث شه دوباره همون وزنت بیاد بالا و حتی بیشتر هم بشه. و همین دیگه. و این بود از در کل ویدیو. و اگه دوست داشتید توی کامنت من بگید. و اینم و منم تصمیم گرفتم که یه تجربه تقریبا مفید رو در اختیارتون بدم که حالا برای کسایی که در کل میخوان کاهش وزن داشته باشن و بخوان وزنشون رو کم کنن تونستم کمک کرده باشم، چون من خودم قبلا این دست آدم بودم و واقعا هم میگم خیلی شاق بودم. ولی خب الان یکم وضعیتم بهتره نسبت قبلا و امیدوارم که به درتون خورده باشه این تجربهتون اگه میخواید کاهش وزن داشته باشید و دیگه اون کوه قدیمی رو برای خودتون نسازید. و همین دیگه. خوش گذشت آقا، خداحافظ شما.